پرده سبز مورددار. بعد دیدن این آموزش دیگه برات آب خوردن میشه. یه سری پرده سبز خیلی آسون حذف میشه فقط با یک کلیک، چون قبلش اومدن گرین اسکرین ما خیلی جنسش خوب بوده و نورپردازی خوبی هم روش صورت گرفته و خیلی آسون تو نرم افزارها حذف میشه. اما یه مدل‌های دیگه هستش که مشکلات خاص خودش داره. مثلا اینجا رو دقت کنید، یه حالت داریم که ما قشنگ شاخه‌های مو رو میتونیم از توش جدا بکنیم که یک سلکت خوبی داشته باشیم. یه مدل دیگه هم هستش که با یه چنین مشکلی هستش. تو این آموزش بریم تو نرم افزار بهتون بگم که چطور بتونید با یک کوالیتی خیلی خوب و یک دقت بالا بتونید پرده سبزهای مشکل دارتون رو حذف کنید. بیایم از پلاگین کیلایت استفاده بکنیم. انتخاب رنگ سبز. پرده سبز حذف شده. نتیجه هم تقریبا میتونیم بگیم خوبه، اما شاخک‌های مو همشون حذف شدن. برای انجام این قسمت ها با چیکار کرد؟ بعد از اینکه ما پروسه کینگ رو انجام دادیم، حالا میریم سر وقت اسکریپت افتر کینگ. بک‌گراندمون هم اینجا میاریم. اینم بک‌گراندمونه. حالا کافیه که این دوتا رو انتخاب بکنیم، روی کرییت بزنیم. همونطور که این دیتیل ما برگشت. حالا اینجا شما میتونید این جزئیات رو به این شکل کمتر بکنید. الان به کمک افزونه افتر کینگ یاد گرفتیم که بعد از اینکه پروسه کینگ ما به پایان رسید، بتونیم دیتیل های مورد نظرمون رو به کار برگردونیم. این آموزش سیو کن، پیجم دنبال کن که آموزش‌های بیشتر رو از دست ندید.